بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با درود و سلام احترامات دوباره برای شما عزیزان نیمه دوم باتور در مقابل منتخب حالات قیصر هست. نیمه نخست با نتیجه 2-0 به نفع منتخب حالات قیصر با گل‌های خالص نبیل ربانی و نعمت‌الله نادری تمام شد. نیمه دوم نیمه جذاب‌تر می‌تونه باشه. دوستان عزیز، فردا شب در منتخب حالات قیصر در مقابل تیم فوتبال باتور. بازی که آغاز شد از سال بلند به بازیکنان تیم فوتبال منتخب حالات قیصر تحت توسط نزیف‌الله المینی. تیم فوتبال باتور شارق گوجهش کاپیتان توپ در اختیار شماره 99 روح الله مخلص گذاشت. روح الله واسه بلندش ضربی سر بازیکن تیم فوتبال منتخب و بعدی ضربی خطایی که برای بازیکنان باتور گرفته شدن. باقر رؤوفی بازی را آغاز خواهد کرد. یار شماره 9 باتور کارگار خود محمدی جایی و پرستان گل دفتر بازی منتخب البته استقلال المار در مقابل باتور تماشا تمدن تماشا کنیم از اون بازی‌های لیگ بی فوتبال فاریاب هم که امروز صبح یک بازی برگزار شد. تیم فوتبال ظفر تونست با نتیجه 3-2 از صد جوانان فیض‌آباد عبور کند. ظفر با نتیجه 3-2 فیض‌آباد را شکست داد و 3 امتیاز از آن خودش کرد. لیگ بی رقابت‌های لیگ بی مکاتب شهر میمنه را دیدنده باشید. تعویض در راه است. دو تعویضی که برای تیم فوتبال منتخب حالات قیصر رقم خواهد بود. تعویضی که حکمت‌الله باریکزی با همراه یار دیگرش یار 77 شان